با سلام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. پیرو ویدیوی قبلی که براتون به انتشار گذاشتم، برای خیلی از شما عزیزان سوال پیش اومده بود که این تکنولوژی چیه و این افراد کی هستن و چجوری کار میکنه. و همینطور برای بعضی از دوستان سوال پیش اومده بود که آیا واقعا همچین تکنولوژی وجود داره. در جواب شما باید بگم که بله، همچین تکنولوژی وجود داره و بدین جهت ویدیویی از تماس با اطلاعات سپاه ضبط کردم که اونو با شما به اشتراک میذارم. لطفا تماشا کن. سلام عرض شد. خسته نباشید. استخوان من با کی دارم صحبت میکنم؟ همون گزارش درباره ایمپلنت فکر میخوام بدم. شنود ارزم به حضور توی منطقه ما افراد جاسوسی هستن این ایمپلنت شنود فکر اتریشی دارن استفاده میکنن. من سر از کارشون در آوردم، من انتخاب کردم این ایمپلنت داخل لاله گوش من هستش. جان؟ مستندات که داخل بدن هم هست. بله میشناسمشون، شناسایی هم کردم دیگه، صداشون هم ضبط کردم. من فقط سوالم اینه چطور که به اطلاع سپاه نباید گزارش بدم موضوع به این مهمی ها. یعنی مستندات هم بدم دادگاه، بگم به دادگاه بگم برم این پلنت شنوده فکر. خب وقتی من دارم شروع میشم دیگه چه دادگاه رفتنیه؟ من میخوام که هر چیز زودتر ارتباط قطع شه که نتونن شروع کنن، که من میخوام چه فعالیتی کنم که نتونن جلومو بگیرن. یعنی به اطلاع سپاه مربوط نیست؟ بله، همونجوری که ملاحظه فرمودین، پس از تماس با اطلاعات سپاه در مورد ایمپلنت شنود فکر، تنها سوالی که از بنده پرسیدن این بود که مستندات چه داری و به دادگاه مراجعه کن و اونجا شکایت کن. حال من از شما عزیزان میخواهم که اگر تمایل دارید که شما را به عنوان یک دستگاه شنود انتخاب نکنند و وارد حریم شخصی و منزلتون و خانواده و عزیزانتون نشن، با شماره 114 اطلاعات سپاه تماس گرفته و آدرسی که براتون زیر این پست به انتشار میذارم و باشون در جریان بگذارید و درباره این موضوع به آنها شکایت کنید. با تشکر، تا ویدیوهای بعدی، بدرود.